آموزش ایکسمون قسمت 6 مدیریت سرمایه و لیکویدی. برای مدیریت سرمایه در اندیکاتور ایکسمون کار خیلی ساده است. کافی مقدار سرمایه مورد نظر برای هر معامله رو بر حسب دلار در بخش ماکسیموم سرمایه برای هر معامله یا همون ماکسیموم کپیتال پر ترید وارد کنیم. بعدش خود سیستم ایکسمون بر اساس تعداد پله‌ها، قیمت‌های ورودی و سطح لیکویدی حجم هر پله ورودی رو به صورت اتوماتیک محاسبه میکنه. اثبات بدون اهرم. در معاملات اثبات، اندیکاتور ایکسمون حجم هر پله رو بر اساس سرمایه واقعی و به صورت پلکانی با ضرایب افزایشی محاسبه میکنه و مقدار این حجم ها کنار هر پله روی چارت نمایش داده میشه. برای مثال اگه در تنظیمات مقدار سرمایه برای هر معامله رو $100 تعیین کرده باشیم و تعداد پله ها رو هم روی 4 پله گذاشته باشیم، در این حالت تخصیص سرمایه بدون در نظر گرفتن اهرم یا لورج به این صورت خواهد بود: به پله اول $10 اختصاص میدیم، به پله دوم $20 یعنی 2 برابر پله اول، به پله سوم $30 یعنی 3 برابر پله اول و به پله چهارم $40 یعنی 4 برابر پله اول سرمایه تخصیص میدیم. به زبان ساده در هر پله نسبت به پله قبلی 1 برابر بیشتر سرمایه اختصاص داده میشه و در نهایت هم مجموع همه پله ها دقیقاً برابر با همون $100 سرمایه‌ای که برای هر معامله مشخص کرده بودیم. فیوچرز با اهرم. در معاملات فیوچرز، اندیکاتور ایکسمون حجم هر پله رو بر اساس سرمایه واقعی به همراه اهرم یا لورج محاسبه میکنه. اینجا هم محاسبات پلکانی با ضرایب افزایشی انجام میشه و نتیجه در باکس مشکی اطلاعات نمایش داده میشه. برای مثال اگه در تنظیمات مقدار سرمایه برای هر معامله رو $100 تعیین کرده باشیم و تعداد پله ها رو هم روی 4 پله گذاشته باشیم، حالا با اهرم 20 تخصیص سرمایه به این شکل خواهد بود: پله اول $10 با لورج 20 میشه $200 سرمایه نهایی در پله اول. پله دوم $20 یعنی 2 برابر پله اول با لورج 20 میشه $400 سرمایه نهایی در پله دوم. پله سوم $30 یعنی 3 برابر پله اول با لورج 20 میشه $600 سرمایه نهایی در پله سوم. پله چهارم $40 یعنی 4 برابر پله اول با لورج 20 میشه $800 سرمایه نهایی در پله چهارم. به زبان ساده در هر پله نسبت به پله قبلی 1 برابر بیشتر سرمایه اختصاص داده میشه، در حالی که اهرم یا لورج در تمام پله ها ثابته و همونطور که در باکس مشکی اطلاعات میبینیم مجموع حجم همه پله ها در حالت فیوچرز با لورج ثابت برابر میشه با سرمایه کل مجازی یعنی توتال کپیتال که در همون قسمت نمایش داده میشه. البته همونطور که میدونیم این محاسبات اتوماتیک مربوط به حجم و لورج در معاملات فیوچرز فقط در نسخه پریمیوم اندیکاتور ایکسمون فعاله. سطح لیکویدی. وقتی ما در معاملات فیوچرز حجم هر پله رو بر اساس سرمایه واقعی و با استفاده از اهرم و لورج های پیشنهادی الگوها تعیین می‌کنیم، طبیعیه که یه نقطه‌ای در بازار وجود داره که اگه قیمت به اون برسه سرمایه‌مون لیکوید میشه. این سطح روی الگو با یک خط نارنجی مشخص شده و بهش میگیم سطح لیکویدی. اگه قیمت به این سطح برسه کل سرمایه صفر میشه و پوزیشن به صورت خودکار توسط صرافی یا بروکر بسته میشه. برای همین همیشه باید قبل از رسیدن قیمت به این خط معامله رو مدیریت کنیم. البته لازم به ذکره که محاسبه و نمایش اتوماتیک سطح لیکویدی فقط در نسخه پریمیوم اندیکاتور ایکسمون فعاله. اما در معاملات اثبات ماجرا کمی فرق میکنه. اینجا سطح لیکویدی در واقع نقش یه حد ضرر منطقه یا استاپ لاس رو بازی میکنه. یعنی اگه قیمت به این سطح برسه الگوی سپوشباگری اعتبار خودش رو از دست میده و ما این میزان از ضرر رو به عنوان بخشی از استراتژیمون میپذیریم و از بازار خارج میشیم. تفاوت مهم اینجاست: در اثبات برخلاف فیوچرز سرمایه به طور کامل صفر نمیشه، فقط تا اون سطح کاهش پیدا میکنه. نکات مهم: در پایان این بحث چند نکته مهم رو باید همیشه به یاد داشته باشیم، مخصوصا وقتی در بازار فیوچرز و با اهرم و لورج فعالیت میکنیم. اول اینکه در هر الگو قیمت‌های ورودی و سطح لیکویدی متفاوت هستند. بنابراین حجم ورودی هر پله هم با پله‌های دیگه فرق میکنه، حتی اگه نماد معاملاتی و تایم فریم یکسان باشه. دوم اینکه محاسبه اهرم و لورج در سیستم ایکسمون بر اساس فرمول‌های ریاضی انجام میشه و به صورت ناخالصه، از اونجایی که هر صرافی یا
بروکر هزینه‌های جانبی مثل کمیسیون، اسپرد، سواب و غیره داره، ما باید این هزینه‌ها رو هم در برآورد نهاییمون در نظر بگیریم. البته نیازی به محاسبات پیچیده نیست. مثلا اگه اهرم پیشنهادی سیستم 47/6 باشه، بهتره برای لحاظ کردن این هزینه‌ها اهرم واقعی خودمون رو روی عدد پایین‌تری تنظیم کنیم. مثلا 45 یا حتی 40. سوم اینکه اگه در بروکر یا پلتفرمی فعالیت می‌کنیم که محدودیت استاپ اوت داره، مثلا وقتی سطح حساب 20% برسه معامله به صورت خودکار بسته میشه، باید این موضوع رو حتما در محاسبات سطح لیکویدی لحاظ کنیم. تو این شرایط بهتر سرمایه هر پله رو به همان میزان کاهش بدیم، یعنی به اندازه همون 20%. چرا؟ چون سطح لیکویدی که در ایکس مون نمایش داده میشه زمانی رو نشون میده که سرمایه کاملا صفر شده، اما در حساب‌هایی که استاپ اوت دارن معامله قبل از صفر شدن سرمایه و دقیقاً در معرض استاپ اوت بسته میشه. پس با کاهش سرمایه یا لورج در هر پله، در واقع سطح لیکویدی روی چارت رو با سطح واقعی بسته شدن معامله توسط بروکر هماهنگ میکنیم.